فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رئیسمون ادامه سوالشون اینه که وقتی جنازه رو داخل قبر میذارن یعنی مراسم خاصی باید انجام داده بشه، گفته بیشتر توضیح بده. نه فقط همین است که این وقتی که جنازه رو در داخل قبر گذاشتن و در روایت اومده که بیشتر از این که یک حیوانی رو ذبح بکنن و به اصطلاح تمام بشود بیشتر نباید روی قبر بمونن. و چیزی که بعد از دفن کردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است این است که همین حدیثی که من خدمت شما عرض کردم که امام ابو داود اینو روایت کرده و علامه آلبانی رحمت الله علیه اینو تصحیح کرده که اسألوا لاخیکم، به این لفظ اومده که برای برادر خودتون و برای این کسی که الان مرده و دفن شده است برای اون تثبیت را بخواهید. استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبیت، یعنی بخواهید از الله متعال که ایشون رو پابرجا بکنند. اما این که احیانا سر قبرستان یعنی شربت و شیرینی رو در برخی از جاها در واقع تقسیم میکنند یا همه دور بر قبر جمع میشوند، دستها رو بلند میکنند، دعای دست جمعی میکنند، این از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و از عملکرد ایشان ثابت نیست. در هیچ روایت صحیحی نیومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از دفن میتی مردم را جمع کرده باشند، دعای دست جمعی کرده باشند یا اینکه قرآن خونده باشند، بگویند رسول الله صلی الله علیه و سلم شما فاتحه رو یا قل هو الله رو 3 مرتبه برای میت بخونید، چون این چیزی مطلقاً از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. فقط گفتند که شما استغفروا لاخیکم، هر یک از شما جداگانه هر کسی برای خودش طلب استغفار بکنه، طلب مغفرت بکنه برای برادرتون و این آخرین حقی هست که یک مسلمان بر برادر مسلمانش